سلام بینندگان عزیز، امروز جمعه 1 نوامبر است. ساعت به وقت شهر پراگ رسیده. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسو 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. طلب 18 سال زندان به ملا صدرالدین. دادستان از دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه برای صدرالدین مولایف 18 سال زندان را طلب کرده است. صدرالدین مولایف که به عضویت در سازمان ممنوع جماعت تبلیغ متهم می شود، به گفته نزدیکانش با وعده عفو از ترکیه به تاجیکستان برگشت و روز 21 سپتامبر بازداشت شد. صدرالدین مولایف صاحب 4 فرزند بوده. داماد روحانی معروف ملا حیدر شریف زاده است. او را ساکنان شهر کولاب با نام ملا صدرالدین میشناسند. مولایف به گفته نزدیکانش سال 2013 به روسیه سفر میکند و بعد 1 سال مهاجرت به ترکیه می رود. وکیلان دفاع درباره این طلب دادستانی چی میگویند و آیا پرونده او نیز شامل عفو می شود یا نه، در برنامه اخبار برایتان خواهیم گفت. نرخ پتنت در روسیه برای مهاجران باز بالا می رود. مقامات چندی از شهر و ولایت های روسیه از جمله مسکو و تیومن و سمر اعلان داشتند که سر از سال نو نرخ پتنت مهاجران را باز بالا می برند. مهاجران کاری تاجیک اساساً بر اساس پتنت فعالیت دارند و مجبورند هر ماه بخشی از درآمدشان را به حیث اندازه دولت بپردازند. نرخ پتنت تا چه حد بالا می رود و روی زندگی مهاجران چه تاثیر خواهد داشت، در برنامه اخبار بررسی خواهیم کرد. گروه دهشت افکنی به نام دولت اسلامی مرگ رهبر خود ابوبکر البغدادی را تصدیق کرد. در همین حال گروهی به نام دولت اسلامی اسم رهبر نو این گروه ابو ابراهیم الهاشمی القریش را اعلان کردند. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا روز 27 اکتبر از محو ابوبکر البغدادی خبر داده بود. با وجود محو بغدادی، نظامیان آمریکا در حالت آماده باش قرار دارند، چون خوف نقارگیری از سوی پیروان داعش برای محو رهبرشان وجود داشته است. شمع‌های فروزان درون کدو و لباس‌های ترسناک. جشن هالووین در شهر دوشنبه از گذشته دیده با شکوه‌تر تجلیل شد. جوانان در کلوب و مرکزهای دلخوشی پایتخت تاجیکستان هالووین را تجلیل کردند. این در حالی است که سالهای گذشته مقامات مانع تجلیل این جشن شده بودند و می‌گفتند آن برای تاجیکان بیگانه است و جوانان نباید آن را جشن گیرند. اما این بار مقامات به برگزاری آن مانع نشدند و ظاهرا این جشن در تاجیکستان نیز رایج می شود. همکاران ما در شهر دوشنبه در یک جشن هالووین حضور داشتند. برنامه اخبار را تماشا کنید. این گزارش را نمایش می دهیم. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری می کنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی همراهی کنید.